أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما. همدیاران عزیز، مهمانان از دور و نزدیک، جوانان مسلمان و مستفیدان نورانی، اولا دادرمان مقصد جان و اسماعیل جان و توی ازدواجشان تبریک و تهنیت گفته از پروردگار منان خواهش او را دارم که خداوندا محبتی که در بین حضرت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ازدواج عایشه مادرمان، نکاح عایشه مادرمان بعد از یعنی ماه مبارک رمضان و در میانه عید قربان یعنی به وقوع پیوسته بود. این مقصد جان و اسماعیل جان و این توی ازدواج مبارکباد میکنیم و محبتی که در بین عایشه مادرمان و حضرت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هویدا بود. خداوندا برای این دو جوانو و این کلونا خداوندا پروردگارا یعنی مبارک بگرداند و عطا بفرماید. قومای عزیز، این توی ازدواج است. این توی یعنی دو جوان زیبا با دو خواهر اسلامی مان یعنی عقد نکاح پیوستند. مقصد من از این آمدن درباره یگان چیز سخن گفتن نیست. مقصد من در دیگر باره است، لکن اول چند آیات قرآن عظیم و شان و چند احادیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره که باید مرد عائله خودش را دوست بدارد و زن هم شوهر خودش را دوست بدارد و این نعمت است. این زن خداوند برای ما و شما عطا فرموده است. این را برای شما بیان کردنی هستم. حضرت خداوند مهربان در قرآن عظیم و شان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور
او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل ما یشاء عقیما انه علیم قدیر. همدیاران عزیز، او خدایی که قرآن از لوح المحفوظ برای پیغمبرش فرستاد برای ما و شما گوشت میکند. میگوید که ای بندگان، من پادشاه زمین و آسمان هستم، بغیر من دیگه صلاحیت پادشاه یگان مخلوق ندارد. من پادشاه هستم، شما در پیش من روز می شود جواب میگوید شما بندگانی من هستید، من پادشاه شما هستم. لله ملک السماوات والارض، مرخدار از پادشاهی زمینی و آسمان و هر چیزی که در مابین آسمان و زمین است. یخلق ما یشاء، الله هر چیزی که بخواهد یعنی می آفرد و هر چیزی که نخواهد نمی آفرد. یهب لمن یشاء ایناس، خداوند ذاتی است که عطا می کند، می بخشد برای کسی بخواهد. زن عطا می کند، دختر عطا می کند. یعنی ببینید که خدای مهربان در اینجا اول زن آورده است. برای چی آورده است؟ زن خیلی نعمت بزرگ است که خدای مهربان در اینجا میگه که یهب لمن یشاء ایناس، خداوند میخواهد برای کسی که میخواهد دختر عطا میکند. قوم عزیز، باید ما زن دوست بداریم، دختر دوست بداریم، باید مادر دوست بداریم که الله ایرا میگه که من برای کسی که بخواهم برای عطا میکنم دختر را. و یهب لمن یشاء ذکور، برای کسی که بخواهم میگه که پسر عطا میکنم دختر عطا نمیکنم. او یزوجهم ذکرا و اناثا، یا که بعضی مردم که در بالاتر ذکر کردن که بعضی را دختر میدید تنها پسر نمیدید و بعضی را پسر میدید دختر نمیدید. و در این آیه کریمه خداوند چی میگه؟ کسی را که ما بخواهم هم دختر عطا میکنم هم پسر عطا میکنم. در دوامی آیه چی میگه؟ این نعمت الهی است همش. کسی دختر داده است خداوند برای او، کسی را پسر داده است یا هر دوش داده است، این نعمت است. خداوند چی میگه؟ و یجعل ما یشاء عقیما، کسی را که ما بخواهم او را به حاصل عطا میکنم. مالش میتم، دنیاش میتم، همه چیش میتم، پولش میتم، دلارش میتم، لیکن فرزندش عطا نمیکنم. برادران ارجمند، خدای مهربان چی میگه؟ من قادر هستم، من دانا هستم، من میدانم که حال شما چی میشد. برای همین سبب من برای شما همین را دادم که بعضی شکرانه بکنید. برای بعضی دختر دادم، شکرانه بکن. دختر نعمت است. اولین فرزندای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دختر بودن. زینب مادر ما کلانی دختر جناب سرور عالم بود. دویمش ام کلثوم، رقیه، فاطمه جگرگوشی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. بعد سه پسر دیگر داشتن. بنابراین این لحاظ باید ما شکرانه بکنیم که خدای مهربان اینقدر موقع زن در قرآن عظیم شان بلند کرده. لیکن افسوس، صد افسوس، مادران ما قدر خشان نمیدانند. امروز خشان لیچ کردن، امروز خشان بی سطر کردن. فکر میکنند که ما خودمان کرسکه بکنیم، لعن ناخنامون لک بزنیم، ما زیبا میشویم. نه والله، زیباگی مادر در سطر حجاب است، در شرم و حیا است زن زیبا می شود. وگرنه اگر زیباترین زن به سطر به حجاب باشد اون زیبا نیست، اون نور ندارد. بنابراین خداوند جل الله در قرآن چی میگوید؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. الله میگه ای بندگان من زن از نفس خودم دادم برای که شما آرام بگیرید و در بین شما محبت دادم که شما یکدیگرتان دوست بدارید. بنابراین لحاظ در حدیث که جناب سرور عالم میگوید الدنیا و خیر متاعها المرأة الصالحه، دنیا متاع، بهترین متاع زن صالحه را خداوند نصیب ما و شما که روزی بگرداند. زن صالحه روزی گردان، این بهترین متاع دنیا است. بنابراین لحاظ باید هر انسان بداند که زن نعمت الهی است. باید بدانید که زنها را دوست بداریم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و الطفهم باهله، بهترین مسلمان کسی است که ایمانش کامل است، رفتار خوب داشته باشد و به نسبت به زنش مهربانی داشته باشد. کدام وقت ما و شما مهربانی میکنیم نسبت به مادر، نسبت به زن؟ در وقتی میکنیم که قانون الهی را بدانیم، قرآن را بدانیم، حدیث جناب رسول اکرم را بدانیم، عرق ننوشیم، زنا نکردیم، ما و شما میتوانیم که مادر را دوست بداریم. وگرنه اگر از قانون الهی دور باشیم، عرق بنوشد،
اگر هر بیگاه خونش بس بیاید، زنش میگه که من بیزار هستم، دخترش میگه که من بیزار هستم از یک شوهر. بنابر همین لحاظ جناب رسول اکرم صلوات الله علیه میگه که شما زنهاتان دوست بدارید، من دوست میدارم، شما امت من هستید، عائله هاتان دوست بدارید. وقتی که در بین یکدیگر مهربانی پیدا شد، الله سبحانه و تعالی در بین این دو جهان فرزندای صالح و صالحه روزیشان میگرداند و برکت خداوند عطا میفرماید. حدیث صحیح است، جناب رسول اکرم میگه اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینه فلیتقی فی نصف الباقی. یعنی وقتی که انسان زن بگیرد، زنی صالحه بگیرد، خداوند نصف دینش کامل میسازد، در نصف باقی ماندهش از خدا بترسد، خدای مهربان دینش کامل میگرداند و شریعتش کامل میگرداند. قومای عزیز، باید مرد زنش دوست بدارد و زنم چیکار بکند؟ یعنی زنم شوهرش دوست بدارد. این یک زیبایی و یک برکتی که خداوند عطا میکند، محبت طرفین میشود. آخر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادرامون دوست می‌داشتند و مادرامون هم جناب رسول اکرم را دوست می‌داشتند. بنابر همین لحاظ خداوند چی میگوید؟ و عاشرهن بالمعروف، شما زندگی زیبا بکنید، یکدیگر را دوست بدارید. امروز مادران ما هم باید شوهراشون دوست بدارند. چه خیلی دوست بدارند؟ حدیث حضرت انس است والله اعلم، حدیث صحیح است، روایت میکند ابو طلحه از کار برمیگشت، پسرش کسل بود، وقتی که خانهش می آمد پسرچش از دنیا گذشتگی بود. قومای عزیز و مادرانی که سخن مرا میشنوند گوش بندازند که چه خیلی زنهای صحابگان شوهراشون را دوست می‌داشتند. وقتی ابو طلحه از کار که آمد، خانهش در آمد، پرسید که ای زنک جان کنی فرزندمان؟ رو فرزندمان استراحت میکند، شاید که یعنی آرام باشد، آرام گرفته است. یعنی سر دهش شش نماز شامش خواندن، پس طعام تیار کرد، روزش کشادد و شب یعنی عائله ابو طلحه مادر حضرت انس ابن مالک کش زیبا کرد، با همراه شوهرش خانه‌داری کرد، پیش صبح خیسته غسل کرد و به سوی مسجد رفتند و گفت که ای مردک جان، کودکت از دنیا گذشته بود. دین در نماز عصر کودکت از دنیا گذشته بود. آبی چشمش میریخت، گفت که چرا مرا گپ نزدی؟ گفت که بر رسول الله را بگو که در حق ما دعا کند. وقتی که رفت نماز بامداد خواند، رسول الله را قیصه کرد، جناب رسول اکرم در حقش دعا کرد خداوندا این در خانه داری کردگی امشب در اینها برکت بده. پسر خداوند داد، از همین شب خواب رفتگیش نفس حافظ قرآن خداوند برای عطا کرد. برای این سبب قومای عزیز باید ما و شما امروز به هوش بیاییم. وقتی هوشیاری است ما و شما از خاندانی مسلمان تعلیم بکنیم، فرزندای مسلمان پیدا می شود. وگرنه هر مسلمانی که من فلانی باید دخترش بگیرم بدین باشد، مسلمانیش اعتبار نداشته باشد، عرق نوش باشد، زیناکار باشد، به امید پولش نشود، والله که خداوند کم بغلش می سازد، خداوند محتاجش می سازد. برای که گفته پیغمبر نگرفتی. جناب رسول اکرم چی میگه؟ از خانه دیندار زن بگیر که سر خداوند برکت بسید. قومای عزیز، آخر ما و شما در پیش روزی داریم که روزی سخت است. عایشه مادرمان جفت جناب سرور عالم میگوید که یک روز جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گریان خانه در آمد. پرسیدم که یا رسول الله چرا گریان هستی؟ گفت که من نمیدونم حال امتم در قیامت چی میشده باشد، حال امتم در قیامت چی میشده باشد. عایشه مادرمان زیرکی شبین این قصه را برای من میکنم که مادرمان بداند که وقتی که مرد از کار می آید، حالی مردکش اگر در غضب باشد باید طرز رفتار بکند که شوهرش آرام بگرداند، یک حرمت زیبا بکند، در لباش خنده هویدا باشد، شوهرش پیشواز بگیرد. لیکن بله این مادرمان پیش ما بسیار میاد که میگن حضرت داملا ما مردک مست بدرایه او را ما چه خیلی خنده قطی پیشواز بگیریم ما را میزند و بعض انسان تبقی زن شود، تبقی نعمت الهی شود. عایشه مادرمان بسیار زوجی جناب سرور عالم عالمه بود، عاقله بود، صالحه کی بود که میگفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا یک لحظه دم بگی پس صحبت میکنیم. وقتی که میگه جناب رسول اکرمه سرش در بغل ماندم، جناب سرور عالم خوابش بود. بعد فکر کردم که رسول اکرم امت غمش میخورد، در قیامت چی کار میکرده باشد امتی من. امروز کدام امتی که نماز نمیخواند، امتی که عرق مینوشد، تویهاش حافظی میکند،
دخترش فتح می پوشاند، هزار کس زن و مرد جمع می سازد و میگه که ما مسلمان هستم. امتی که جناب سرور عالم خواب نمی رفت شب و روز در غم ما گریان بود، شبها می خیز جنت البقیع می رفت دعا می کرد که خداوندا امتی را مرا از عذاب دوزخ خلاص بگردان. پیغمبر گرامی اسلام حدیث امام مسلم است، از نماز بیرون برآمد دید که دو مرد در گوشه ایستادگی است. چی گفتند؟ آیا شما اسلام قبول نکردید؟ آیا شما در دین مبین اسلام ندر آمدید؟ اونها گفتند یا رسول الله بلا ما در آمدیم، لکن ما نمازمون در خانه خونده بودیم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه او دو صحابی را گفت که شما در اسلام داخل نشدید، یعنی شما مسلمان نیستید که نماز بخوانید. امروز بعضی مسلمان میگی برادر مسلمان هستی؟ بله مسلمان هستم، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، در رمضان رستوراناش هوی، دختراش ریش، عرق مینوشد، زنا میکند و میگه که من مسلمان هستم. قومای عزیز، عایشه مادر ما چی میگوید؟ بعد از اینکه جناب سرور عالم خوابش بود در بغل من، مرا قیامت به یادم آمد. قیامت به یادم آمد، گفتم که رسول الله که از قیامت بترسد ما چرا نترسم؟ از قیامت رسول الله میترسد، عذاب قیامت سخت است. قومای عزیز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. الله میگه هر کسی از دین من، از اسلام من، از پیغمبر من رو میتابد، او را من در روز قیامت کور میخیزانم، عذاب قبر زیادتر میسازم برای وی. در روز قیامت چی میگوید؟ قال ربی لما حشرتنی اعما، پروردگارا کنت بصیرا، من در دنیا چشم داشتم، در آخرت مرا چرا تو کور خیزاندی؟ چی میگوید الله؟ قال کذالک ای بنده من اتتک آیاتنا فنسیتها. فرمولاها میگو که زنا حرام، عرق حرام، دیدی قرآن نبرا، دیدی شریعت نبرا، تو فراموش میکردی، تو متکبر بودی، از متکبری دو پول حرام بود مسلمانان را پیشتر نمی کردی، دیدی قرآن حکم میکردی، دیدی پیغمبر میبر آمدی و کذالک الیوم تنسی، امروز تو فراموش کرده میشوی، در دوزخ میمانی، کسی غمی تو را نمیخورد. در دوام چی میگد؟ و کذالک من اسرف ولم یؤمن بالله ولم یؤمن بآیات ربه، این چون این کسانی که اسرافکاری میکنند با آیات پروردگار ایمان نمیارند، ولعذاب الاخرة اشد و ابقی، عذاب آخرت سخت است. قومای عزیز، عذاب قیامت بسیار سخت است، ما طاقت عذاب نداریم. من خواهش میکنم از کسانی که دعوای مسلمانی میکنند، دیدی قرآن نبرایند، دیدی حدیث نبرایند، که روز میشود که میبرند خب دعوا میکنه که فلانی مولا را بیار در بالام یاسین بخوانند، فلانی ایشان بیار جنازه ما بخوانند، اون روز میگه فایدهش ندارد. یعنی امروز برای ماست که از خدا بترسیم، از روز قیامت بترسیم. خداوند جل و علا برای این سبب آشکار گفته است که حبیبی من بندگان را بگو روز قیامت سخت است. عایشه مادر من وقتی که رسول اکرم در خواب که رفتن آبای چشمش میریخت، امروز دیلهای ما سیاه شده است، زن زده است و مثل آهنی که در تگی، یعنی لایه ها در تا سال مانده است. قرآن هم بفهمیم پروا نداریم، حدیث هم بفهمیم پروا نداریم. نعوذ بالله نعوذ بالله. نمیدانم چه خیلی مسلمان شدیم، بعضی مسلمان ها من نمیدانم دعوای مسلمانی میکنم، نمیدانم چه خیلی ما فقط در پیشگاه خدا چه جواب میگفته باشیم و این دعوای دروغ. میپرسیم مسلمان؟ بله مسلمان. و وقتی نماز شده نماز نمیخوانیم؟ نه لباسان بی نماز است. دروغ میگه، خودش بی نماز است، لباس بیچاره رو بدنام میکند. لکن عایشه مادر ما چی میگه؟ وقتی که میگه پیغمبر گرامی اسلام خوابش برد در بغل من، آبای چشم من میریخت از سر روز قیامت، یک قطره آب در رخساری رسول اکرم چکید، دو قطره چکید، رسول اکرم چشماش کشید. پرسید که عایشه چرا گیره میکنی؟ عایشه مادر ما چی گفت؟ یا رسول الله مثلا قسم میتون به نام الله بگو که در قیامت مرا یاردم کرده میتوانی؟ پیغمبر خدا جاش کرد گفت عایشه در سه حالت به سر یاردم داده نمیتوانم. یکی در ترازوی اعمال به سر یاردم داده نمیتوانم، دویمش در وقتی که نامه اعمال با دست راست یا چپ گرفته میشود به سر یاردم داده نمیتوانم، سومش در پلیس گیرد. قومای عزیز، در تاجیکستان ما چی دروغ است که یک پیری به سواد مریض میگه که کارت نباشه تو در من مریض شو، مثلا میگذارم والله کافر میشه کسی بگوید، مشرک میشود. رسول اکرم صلی الله علیه گفتند که به امید من نشوید هر کس خودش عبادت بکنم.
برای همین سبب قومای عزیز وقتی آمده است که دست به سوی گناه نزنیم، خودمان در نفس خودمان جبر نکنیم. خب ما شما باید خوشحال زندگی بکنیم. مقصدی من در این باره سخن گفتن نبود، لکن قومای عزیز برادر ارجمند، شما جوانان هستید، شما آینده ملت ما هستید. اگر شما تابوت ما را میبردارید، اگر شما در کابینت سردار میشوید کار میکنید، شما خدا برکت دهد مسلمان شوید. بغیر اسلام این تاریخ میماند. کسی اگر زیر قرآن و حدیث برآمد، هر روز تاریخ نویسا تاریخ مینویسند کی مسلمان است، کی زیر قرآن است، کی زیر پیغمبر است، هر روز مینویسند کی چی حکم میرارد، کی چی کار میکند، کی چی سخن میگد، الله صد میکند. فقط جواب میگیم این دنیا قدر دنیا نیست که ما و شما به این دنیا فخر بکنیم. ما را خداوند برای قیامت آفریده است. حضرت عبدالله نمر در حدیث صحیح میگوید که در مدینه منوره من خانه می ساختم. امروز میبینیم خانه های 3 اتاژه، اگر خانه 3 اتاژه بود را فرزنداش پر، دختراش به سطر است. یک کس یک خانه نماز بخواند، دیگرش به نماز است. حضرت عبدالله نمر میگوید که من سنگ بالای سنگ میماندم، دیدم که جناب سرور عالم از دور می آمد، نزدم آمد گفت یا عبدالله، ای عبدالله پسر عمر چی کار کردی؟ گفتم یا رسول الله خانه می سازم. مرا چی گفته؟ کن فی دنیا که انک غریب او عابر السبیل. ای بچه جانی من، حاجت برای تو نیست، تو تیاری که برای قیامت ببین. حضرت عبدالله این مرد بعدی که میگه سخنه از رسول الله شنیدم، بگه که میشید رفیقا ما میگفتم که ای رفیقا شما به امیدی صبح نشوید، شاید که شما شب وفات کنید از دنیا بگذارید. وقتی پگهی میشد آوازی بلند کسی میگو که به امیدی بیگه نشوید، شاید که تا بیگه شما بمرید. امروز ما چی کار کردیم؟ برای این سبب قومای عزیز خداوند مهربان آیتی که در اول خواندم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه نساء در آیه 69-70 خداوند میفرماید و من یطیع الله و الرسول. ای بندگان من کسی اطاعت الله رسول میکند. یک با فکر بکنیم آیا اطاعت الله همین به ما مسلمان گفتن میشد؟ نه والله نمیشد. آیا به همین لا اله الا الله گفتن میشد؟ نه به این نمیشد. ما شما خلاصی نداریم. وقتی که ما گفتیم که من اطاعت الله را میکنم، امری که خداوند گفته است ای بنده نماز بخوان، ای بنده زکات بده، ای بنده روزه بگیر، ای بنده عرق ننوش، زنا نکن، باید این را به دوش بگیریم. و من یطیع الله و رسول، کسی اطاعت الله و اطاعت رسول میکند. کسی اطاعت الله رسول میکند. امروز عوامی مردم هم وزیر نمیشم. بعضی ملا نامش ملا میگی برادر در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه رفی ثوابه سنتی معکده میگد، رد المحتار سنت میگید، فتوای حنفی سنت میگید، میگه که این حرام است من قبولش ندارم. میگه برادر دیگه حدیث نبرو، با میگه که نه ما پیرام نمیکرد. ای برادر فتوای عزیزی هر کسی میگه که رفی ثوابه نو آرامی در نماز است و هو کافر به اتفاق. فتوای عزیزی کافر میشد. میگه کسی تحقیر به رسول اکرام کنه. یک برادر در نماز میگی برادر مذهب امام اعظم رحمت الله علیه کتف در کتف بچسبان، پاچه در پاچه بچسبان، سنت است. رد المحتار جلد دوم صحیفه فلان میگی ما بابام نمیکرد من قبول ندارم. فقط یا چی میگفته باشم در پیش پیغمبر خدا بگن که یا رسول الله ما امتی تو هستم. رسول اکرم کی میگه ایخسا دستم تو امتی من استی، تو گفتی مرا نمیگرفتی، من از تو بیزار هستم. امتی من کسی است که سخنی مرا قبول میکرد. برای این سبب الله چی میگه و من یطیع الله و رسول، کسی اطاعت الله رسول میکند فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. این گروه مردم با همراه کسانی است که الله برای انعام کرده من النبیین، با همراه پیغمبران، با همراه صدیقین، با همراه شهدا، با همراه صالحین. برادر ارجمند سبب نزول این آیت کی بود؟ تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر خب روح المعانی و روح البیان و تفسیر قرطبی، امام قرطبی همین را گفت. سبب نزول همین آیت میگد همین بود که حضرت سلمان فارس رسول الله را بسید. حضرت سلمان توبان میگه که یک روز نماز خواندم از کفای جناب سرور عالم، پیغمبر گرامی است مرا دید گفت که ثوبان بچه جان من، غلام رسول الله بود. گفت ثوبان بچه جان من چرا رنگوری تو زرد شده، چرا بی قدر ضعیف شدی؟ چی گفت؟ یا رسول الله من در بدنم درد ندارم، کسلی ندارم، لکن رسول اکرم گفت چی داری؟
گو که وقتی در خانه میشینم فکر میکنم برای تو که وقتی تو رو نبینم در همین دنیا یا لحظه که من تو رو نبینم من رنگی دیوانه میشم دویده مسجد میام جمال تو رو ببینم لیکن دیگر فکر است که در روز قیامت تو را خداوند درجه بلند بتید و در درجه پس باشم تو را نبینم حالی ما چی بشیده باشم. قومای عزیز امروز ما محبت رسول را گم کردیم امروز ما محبت رسول را فراموش کردیم توبه چی بگو یا رسول الله درد ندارم از کم بغلیم نمینالم از فعلی باسیم نمینالم خانه میدارم هیچی ندارم پروا ندارم لیکن تو را که نبینم زیق میشم میگم که ما چیکار میکرده باشم بود که همین آیت فرود آمد چی میگه خداوند ای بندگان من کسی اطاعت رسول را بکند اطاعت الله را بکند با همراه پیغمبران میخیزد با همراه صدیقین میخیزد با همراه شهدا میخیزد با همراه صالحین میخیزد و حسن اولئک رفیقا اینها بسیار رفیقای زیبا هستند ذلک الفضل من الله این نعمت این بزرگی از جانب الله است و کفا بالله علیما الله میدوند کدام بندش آبرومند بودی است. قومای عزیز من شرمی دارم که من ملا بگم من شرمی دارم که من عالم بگم من یک طالب لیکن در بعض ملاهایی که نامش ملا که حدیث رسول اکرم قبول نمی کند من برای عیاذ میشم. حتی یک عربی که در دوره جناب رسول اکرم یک کوهنشین از کوه که فرود می آمد رسول اکرم چقدر قبول میکرد و عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال اتى عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال عربي فوالذي نفسي بيده لا أزيد شيئا من هذا ولا أنقص منه. فلما ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیه رواه مسلم. ببینید قوم های عزیز یک عربی که از که فرامد آمد مسجد رسول اکرم آمد. عربی مردم عربی شهرنشین نمیگن عربی کسانی که در کوه زندگی میکردن عرب ها گفته کسانی که در شهر زندگی میکردن او را عرب میگن. عربی مسجد رسول اکرم در آمد عربی مسجد رسول الله در آمد گفت یا رسول الله دلنی علی عملین مرا دلالت بکن بر عملی که اذا عملته فدخلت الجنه وقتی که من عمل کردم داخل جنت شدم. جنت قومای عزیز نعمتی ما برای چی است؟ خدمتی ما برای چی است؟ اسلامی ما برای چی است؟ برای جنت برای چی است؟ برای جمال الله را دیدن. حضرت علی کرم الله وجهه میگو که اگر من جمال الله را نبینم یک بار سجده نمیکنم. من برای جمال الله عبادت میکنم که جمال زیبای الله را بینم لیکن خاک در سر مردمی که جمال الله را دیدن انکار میکنن. در که جمال الله شوند مردمانی که انکار میکنن جمال الله را دیدن. چی میگوی عربی؟ یا رسول الله مرا دلالت بکن بر کاری که عمل بکنم داخل جنت شوم. پیغمبر خدا چی گفت؟ تعبد الله ولا تشرک به شیئا. ای عربی عبادت الله را بکن با خدا شریک نیار. قومای عزیز مردم تاجیکستان زیبا مردمی با فرهنگ تاجیکستان ایمو چی گفت است که در تاجیکستان دعوا میکنه که مسلمان هستیم نیست ما قبر پرست شدیم نیست ما مزار پرست شدیم قبرامون مرکز میسازیم در پیششان جای نمازخوانی کردیم. این کارهای حرام از کجا پیدا کردیم؟ این کارهای شرکیات از کجا پیدا کردیم؟ در مزارها خاک نمانده است. آیا ما خاکخور هستیم؟ آیا ما را خداوند امر کرد که تو خاک بخوای مزار یا که تو برای در دل تمام بکن؟ نه. پیغمبر خدا یگاه قبر پیغمبر زیارت کرد یگاه قبر پیغمبر زیارت نکرد. حتی نگفتند که قبرشان در کجا است. ما باید الله پرست باشیم نه اینکه قبر پرست باشیم. قومای عزیز ما باید مزار پرست نباشیم. در جلد مزار دو نزنیم. حرام است. مرقد کردن حرام است. ثواب نمیگیریم. کسی پول صرف میکند فقط در پیشگاه خدا جواب میگد. چرا صغیر خانه را یاردن نمیکنند؟ کسانی که مرقد میسازند بیوه زنان را یاردن بکنند. مرقد نسازند ثواب نمیگیرند.
حرام است مرقد کردن. در یگان قانون اسلام در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه مرقد کردن حرام است. کسی پول طلب میکند فقط در پیشگاه خدا روستی هم میشه جواب میگوید بی پولاش. جناب سرور عالم وقتی که میگو که ای عربی تو با خدا شریک نیار، با خدا شریک آورد چیست؟ در دست فرزندان مهره میبندیم، در گردنان مهره میاندازند، در دستان مهره، در خانه ها نزد، خلق پرستی، طواف کردن، همینا همه شرکیات است. قومای عزیز عصر 21 شده است، کدام مزار برای ما شما فایده داده است؟ خدا رحمتشان بکند. ما محتاج یگان مزار نیستیم، ما محتاج الله هستیم. پیغمبر گرامی حدیث صحیح بخاری حضرت عمر فاروق حضرت عباس میگو عباس تو دعا بکن. قبل رسول اکرم در پیش بود، از رسول اکرم نپرسیدن. حضرت عباس دعا میکرد که خداوندا برای ما باران عطا کن. عیب نیست که امروز ما و شما حق پرستیم یا که بعضی ما میگن که برای از خاک مزار بخور تو شفا میشوی. والله از این میبرایی میگی خاک حرام است، از خاک ما مدد طلب کنیم. این چه خیلی مردم میشن امروز اگر ما پیروی خطایی شیم یا پیروی یهودی شیم یا پیروی نصارا شیم یا پیروی هندو شیم. یک هندو سگ زن کرده، هندو زن توی کرده، یک سگ مادر زن کرده. آیا ما پیروی یهود شیم؟ اگر همین رفتارامون باشد میشد که جوان تاجیکی که سگ زن کند. نعوذ بالله. قوم عزیز اسلامی نازنین ماندگی ما پیروی چی شدیم؟ پیغمبر خدا عربی را چی گفتند؟ عبادت الله را بکن، شریک به الله نیار. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله شریک ندارد. پیغمبرش همیشه میگفت که ای مردم عبادت الله یگانه را بکنید، با او شریک نیارید. 5 وقت نماز بخوانید. 5 وقت نماز دکمنتی ما در دهه در جنت در آمدن. اگر کسی نماز بخواند دکمنت ندارد. حسن بصری رحمت الله علیه در بصره میگو که من در کوچه های بصره سیر میکردم، تنها غشیده بود، خواستم که در آمده حمام در سر همه بشوم، حمامچی را تک تک کردم در کشادک. مرا گفت که بابا چی میگی؟ گفتم که یک سر در همه بشوم. مرا گفت که بابا پول تیبت میمانم تا پول بوده میمانم. من میگه پول نداشتم، گفتم پول ندارم. گفتی پول نداری بگرد برم، من سر راه نمیتم. برام میگه بیهوش شد، حمامچی نقل میکند. در قدر هوشش رفت، بعد چند منوت پس دقیقه پس به هوش آمد، آب در روش به هوش آمد. گفتم بابی چرا هوشت رفت؟ گفتم که بچه جان تو مرا در حمام به پول راه نمیتی؟ آیا جنت در آمدن آسان است؟ نه والله جنت در آمدن خیلی مشکل است.